салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 21. شاید این همه را می دانست و معلومات هم داشت که اکنون دهه قدیمه آمین آباد به موضع سرنفوس تبدیل یافته در حدود و مناطق اطراف آن زیاده از 200,000 جان زنده استقامت دارند و این موضع به 3 قسمت انقترش به 3 منطقه جدا گردیده است. منطقه اول همان آمین آباد قبلی است که حدودش وسیع‌تر، رسته‌های دکاندارش زیادتر و سیمایش نسبتاً نظرربا گردیده است. اکنون کوچه‌های و گذرگاه‌هایش بسیار و سرنقلیات شده است. حالا وی دهنه و شهر است. مردمش هم در برابر زبان اصلی خود اردو، سنخی و بلوچی با تأثیر هم محله‌های گریزه‌شان با زبان‌های دری و پشتو هم گپ می‌زدگی شدند. به اینجا آمد و رفت آزاد است. در نظر اول چنین می نماید که گویا کسی به کسی کاری ندارد، ولی در اصل خردترین جزئیاتی وابسته به آمد و رفت آدمان غیر مقیمی از نظر پلیس محلی پنهان نمی ماند. آخر اینجا منطقه سرحدی است که با 2 دولت دیگر پیوست می شود. منطقه دوم موضع استقامت گریزه های نو است که آنها زیاده از 100,000 بوده تحت نظارت دولت و ناظران خارجی قرار دارند. به خصوص نورسانی از 14 سال بالا با جوانانی سن 35 ساله در قید مخصوص می ایستند و این منطقه رفت و آمد چندان آزاد نیست. به هر یک کسی به این قسمت آمین آباد وارد شونده ای که از شهرهای دیگر یا از خارج کشور می آید، برای آن که جریمه نشود یا جزای دیگر نبیند، باید خود همان روز آمدنش حتما به پلیس محلی مراجعت نموده مقصد و نیت تشریف آوردنش را فهماند. با وجود این رسمیات جدی، ساکنان منطقه یکم و دوم به مناطق یکدیگر آزاد رفت و آ کرده می توانند، زیرا در منطقه یکم در خود آمین آباد قبلی هم افغانان خیلی زیادند. آنها شغل و پیشه گوناگون دارند. سالها باز اینجا استقامت می کنند و تا حد صاحب وطن هم شدند. فرزندانشان در مکتب‌ها با زبان اردو تحصیل می کنند. منطقه سیمی آمین آباد منطقه مخصوص است. اصلا آن را آمین آباد نمی گویند، از بس که در همین اطراف است. مردم مخصوصا ساکنان منطقه دوم گریزه ها مثل که از اسرار آن با خبر باشند، این موضع را نشیمنگاه نظامیان آمین آباد نام نهادند. وی از طور و تناب‌های سراسر دیوارهای بلندش و دیدبانگاه‌های از آن طور و تناب‌ها هم بلندتری در بورس‌های دیوارها جای گرفته شدهش و گرنیزان نظامی انقترش به کلان‌های ادای جزاهای جنایتی رژیمش قطعی اتحاد شوروی مانندی دارد. تعجب آورش آن است که غیر از سربازان این خانچه دیدبانگاه‌ها که جنب و جولشان از دور از مسافه 400-500 متر دیده می شود، در اطراف آن دیگر نشانه از بنده خاکی و یا حرکت یگان نمود نقلیات نه شبانه نه روزانه و مشاهده نمی رسد. حتی ساکنان محلی چاروایشان را هم به اطراف وی هی نمی گویند، زیرا سرباز نظارتچیان دیدبانگاه‌های هوایی به آگاهی همه گونه مال و جانی در مسافه تیررس پیدا شده را میپرانند. ماشین راه یا اقلاً پیراهایی که به سوی این قلعه پر اسرار برد از 4 طرف آن دیده نمی شود. خلاصه
یک انشاءات نامعلومه که در و دروازه و راه و روزنه ندارد، با قرغان‌های سر به فلک کشیده و سرسر دیوارهایش سیمتور بافی شده در مابین دشت پر از شترخوار و طور اسرار آمیز مساحت وسیع را اشغال نموده است، طوری که بدتر در آمین آباد صیاد در این خصوص معلومات پیدا نمود. رفت و آمد به این مخفیگاهی عظیم به واسطه راهی زیر زمینی بوده. در آمدگاهش در دامنه تل ریگ سرخه تقریبا 3 کیلومتر دورتر در قسمت جنوب واقع گردیده است. صیاد در راهی پر از خاک در دشت سنگ تفس با سر و تن عرقشار پیش می رفت و در اندیشه آن بود که اگر یگان نقلیات پیدا نشود وای این دشت سنگلاخ و این راه خاکبیز را که به نظرش بی آخر می نمود تا شب طی کردن نمی تواند. او می دانست که از شاهراه تا به آمین آباد از دل این دشت سوزان تنها همین یک راه می گذرد و خلاص و کم و زیاد 20 کیلومتر را طی کردن در کار. البته به آمین آباد از سمت شمال شهرک با ماشین راهی منفرش و آزاده هم رفتن ممکن بود، ولی وی دستور عمل دارد کو پلکونیک دانچنکا شناس نموده بود. پلیس شتر سوار هم هنگام گسیل نمودن بیهوده خاطر رسان نکرده بود که آن طرفش از روی دستور عمل وی قدم میزد و کومستان و ریگزاری بیچنگی صحرای سنگستان را با خاک مثل آرد خیپکی یک کراه این دشت قیاس می نمود که هر دفعه برابر قدم برداشتن و پای نهادن از تکی پای افسال با دو جانب پاش خورده چنگی تنوک و تیره برمیخیست و قسمی زیادی چنگ در این صحرای وسیع گویا راه گم زده و جای میرفتگی دیگری نداشته باشد برگشته به سر و تن این مسافری یک کمی نشست. از برف خلاص خورده به باران دوچار شدنش انا همین بودگیسته زیر لب غوریندید او که امیدش را از پیدا شدن نقلیات در این راهی ولنگار الکی کنده بود. وی قدمانیش را تیزانده اکنون درباره چطور پیدا نمودن رحیم سینگ رابطه‌چی که دکان ساعت فروشی داشته است فکر میکرد و غیر اختیار این دو نام را از دل گذرانید، چرن سینگ، رحیم سینگ، و خیالش به تاریخ رفت که واقعا سینگ ها زمان امپیریا داشتند که یک قسمی حدود هندوستان و پاکستان امروزه از جمله ولایت سندی پاکستان و قسمت شمال و شرقی افغانستان را در تابعیت خود نگاه می داشتند. این دولت را انگلیس ها بر اثر خیانت آخرین حاکمشان دلیپ سینگ که تا آخر عمر نفقه اش از حکومت بریتانیای کبیر تامین گردیده بود از بین بردند و سال 1947 هنگامی که هندوستان از زیر یوغ استثمار بریتانیا آزاد می گردد و استقلالیت خواهی پاکستان هم در این زمینه آغاز می یابد ضدیت های بین مسلمانان و سینگ ها سر می شود. در نتیجه به طور عمومی پیش کردن مسلمان ها از پنجاب شرقی که اکنون حدود هندوستان بود و رانده شدن سینگ ها از ولایت سند و پنجاب غربی که حدودهای پاکستان بودند آغاز می گردد. صیاد راهروان می اندیشید نمایندگان دو ملت را که یکی مسلمان دیگری غیر مسلمان یعنی زاده پنجاب هندوستان دیگری را زادگاه ولایت سندی پاکستان است. خلاص کلام دو شخصی از هر نگاه گوناگون را که در گذشته نه چندان دور بر اثر نزاع‌های ملی و دینی همدیگر را چشم دیدن نداشتند و این دو دشمن تاریخی را چی وابستگی با او پیوست نموده باشد. و تعجب میکرد یکی کمک نمود که به هیچ مشکلات از سرحد گذشته تا به مکان ضروری برسد، دیگر با شخصی در کاریش انیقترش با رزیدنت مرکز باید واخوریش را تشکیل نماید
واقعا هم اینها سیکخو سینخ باشند یا باز همان کدام ایوانهای دیگر؟ و این سوالش جواب نمی یافت. در بازار امین آباد صیاد رسته ساعت ساز و ساعت فروشان را که در گذر سیوم جایگیر بود به آسانی پیدا کرد. وی در نزد دکانها نظاره کنان آهسته آهسته قدم زده می گذشت. با وجود آن که شب فرا رسیده بود هنوز هم بازار سر آدم می نمود. چون این وضعیت برای صیاد عین مدعا بود، زیرا یک مسافر در بین انبوه آدمان چندان نمایان نمی شود. وی از رسته وسیع فروزان که از دو جانب مقابلی هم دکان‌های ساعت فروشی بودند قدم زده و همه جزئیات هر یک دکان اهمیت میداد. برایش دکان ساعت فروشی ساعت‌های زنجیردار دیواری لازم بود. دکان رحیم سیند اینک آن را پیدا نمود. دکان رقم 13 چشمش به ساعتی زنجیردار برخورد که در جای شرطی در کنج چپ دکان روبروی دری درآمد آویزان بود. ساعت اگر از حرکت مانده باشد چیزی نپرسیده هر چیز زودتر از آنجا بیرون شو و با راههای چپ غلط پیت را تازه بکن. اگر ساعت کار کند باید به وقت کابل مطابق باشد، ولی 5 دقیقه پیشتر نشانداد دستور عمل را به یاد آورد صیاد. او به ساعت دستیش نگریست. رمز موافق افتاده بود. بعد به فروشنده مردی سال دیده خوشنما که خود را مشغول کار وانمود کرده در اصل به مشاهده های مشتری از پس عینک بنوک بینی خمیده اش ذهن میماند مراجعت نمود. این ساعت صحیح کار نمیکنه بیادر. از ما 5 دقیقه از وقت تیر شده، از شما 10 دقیقه گفته و ساعت برج دیوار اشاره کرد. معلوم دار است که مشتری نیستی، چی نقص میپالی؟ برو بخیر. پس از اندک به سیمای صیاد نگریستن با لهجه کابلی دری با قهر گفت دکاندار: تو از کجا میفهمی که من مشتری هستم یا نیستم؟ از قوارد دیگه، از او که نقص میپالی. تو قار نشو، بیا که سری سودایش موافقه کنیم. بیادر گل خیر است، داخل بیا. لحن گفتارش را ملایم نمود. دکاندار و عینکش را در مقابل چشمانش به ترتیب آورد. ای که میبینی نمونهش است، در طویل خانه نوهای دیگشم دارم. گفته دری را که از داخلی دکان و خانه دیگر می برد باز نمود و هر دو به انبار خانه در آمدند. دکاندار در را از داخل بست. صیاد بیخبر ماند که چطور در یک میژه زدن این مردی تخمیناً 50-55 ساله حضر او را به دیوار چسبانده با گریبان پیراهن نفسگیرش نمود. وی الکی ملی تفنگچه را به پیشانیش راست کرده بود. تو کیستی؟ کی تو را فرستاده؟ مشتری هستم. البته خوب میفهمی که کی فرستاده. اگر مشتری هستی 5 دقیقه در 24 ساعت چی فرق میکنه؟ برای مسافر هر دقیقه ارزش داره. دکاندار چون به سوال رمزی خود جواب دقیق گرفت، میلی تفنگچه را از پیشانه صیاد پایان فراورده عذر خواست. گدای دست پوشکدار. سبکروی دکاندار در دل شب پس از 1-2 گردش و کوچه مرکزی امین آباد گذشته سرعتش را پس نمود. صیاد حس کرد که دکاندار او را دور زنانیده از جانب دیگر باز به بازار آورد. چرا؟ و دلش آتش افتاد. ماشین و درآمدگاه مرکزی بازار نزدیک شده ایستاد. راننده رحیم سینگ شیشه پهلوی طرف خود را فراورد. وی و گدای جلخوندی پوشی دمی درآمدگاه که به نزدش سراسیمه لنگان آمد صدقه داده زیر لب چیزی گفت که از آن تنها کلمه مشتری را صیاد فهمیده توانست و خلاص. بعد راننده بلندتر شنوا کرده: برو بابا به منزل خود، شب نصف شده، هرچی که پیدا کردی همیست دیگه. کدام نفری انتظار و گتا نگران نکو. گویان تریزه را برداشته سرعت ماشین را افزود. صیاد ساعت قبل
هنگامی به بازار وارد شدنش این گدای بزرگ جثه را دیده بود. وی با قامت خمیده تربه کلان و چیرکینی پرباری را از کتفی راست و زیر کشی چپ با دست همایل پناه نگاه می داشت و به هر یک ماشینی نزدیک شده طمعکارانه دست دراز می کرد و برابر پس شدن سرعت ماشین ها سوی آنها لنگیده چند قدم می تاخت. گدا حتی به دشنام های قبیحی بعضی از راننده های عیاش و افلاس بدبویگویی های تحقیرآمیزی راهگذران که دم راهشان را می گرفت بی پروا بود. در وضعیت فوق‌العاده کودکان جلهندی بازارگرد و هر گدای سر راه هم می تواند جاسوس باشند. به یاد آورد صیاد تاکید پلکونیک دانچنکو. توجه او را بیشتر تربه از حد زیاد افلاس گدا جلب کرده بود که آن با ظرف‌های خالی روغنگیری پلاستیکی و لطوپوتی کهنه و چرکین پر بود. برای گدا جاسوس شدن شرط نبودگیست که یک شتربار را به گردن آویخته گردی. آزاده لبی راه یا دم دروازه بازار ایستاده با کف کشاده دستی به سوی راهگذران دراز کرده و با گردن کج خیر کنند گفتن کفایه از دل گذرانیده بود. آن لحظه صیاد آن دم واقعا او هم به هر یک گدای در بازار روبرویش آمده با نظر شبهه می نگریست. حتی بر راه و روش بعضی هایشان که با او مبادا پیشتر نگاه می کردن، گاه ناعیان با قیره چشم و گاه با بهانه ریش و مویلب ها را به ترتیب آوردن با آینچه خردقه که جیبیش می نگریست. بعضن با بهانه خم شده از زیر بغل رفتار کسی به نظرش شبهناک را آزمون می کرد. هنگامی از پهلوی این گدای بزرگ جثه گذشتن باشد، بویی از افلاس تربه بدواهیمه او به اطراف پهن شده را از مشامش دو دسته رانده از نفرت به اون نیم نگاهی هم نکرده بود. ولی پس از مراسم صدقه‌دهی دکاندار نظر صیاد نسبت به این گدا دیگر شد. راننده دکاندار از خاموشی مشتری رموز گرفته رویش را به طرف راست گردانیده به گپ آغاز نمود. آمین آباد قبلا هم تلبنده داشت، ولی پس از مسکون این موضع گردیدن گریزه های افغان تعداد مظلم و مستمن اینقدر افسوده که شب و روز سرک و چاده ها پر از گداهاست. خدایا این مردم کی به وطنشان پس میگردانی دیگه؟ نیم غرمه گویا به مشتری میفهمانیده باشد، ولی در اصل از نوگ کتف راست اندک به قفا نگریست. وی توجه مهمان را به عمل صدقه دهیش فهمیدن خواست. صیاد که در پس پشت راننده جای گرفته خود را در سایه کرسی پیش ناعیان نگاه می داشت و چشم راننده ننمود. و بعدی در روشنایی چراغ‌های اطراف را چون روز روشنی کننده که از نزدیک به سیما و رفتار این گدای جلهندی دست پوشکدار ذهن مانده بود، حالا درباره او فکر می کرد. با وجود این و سخنان راننده زود جواب گرداند: ما افغانها غریب هستیم دیگه، چی در ملک خود و چی در مسافرت. خدا خیر شما را بده که با مهربانی خود باز به این مظلمین صدقه میکنین. تا به منزل رسیدن رحیم سینگ دیگر گپ نکشاد و صیاد هم چیزی نپرسید. ولی صیاد در راحت کرسی ملایم سبکروی دکاندار گویا روی یک درز خار نشسته باشد بی‌طاقتی میکرد. او را نگاه های تیزی گدا که دست به صدقه دراز نموده و با قیره چشم داخلی سبوکرو را ناعیان می پالید بی‌ضابطه گردانیده بود. و نظرش نمود که چونین نگاه یک جفت چشمی از بین موی های غلی جولیده تیت و پریشان به سویش نگاشته و بینی بلند و تیغدار این گدای اسب رو را زمان در کجای دیگری دیده است، ولی در کجا کی چرا در چونین هوای گرم گدا دست پوشک داشت
سبکرو با سرعت به پیش میتاخت و سوالهای دیگری هم در میانه مشتری دور میزدند که برایشان جوابی درست یافته نمیتوانست. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 21